цветочек, сок, березовый глоток. Тишины послушать волю, по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь про него и про... های گای سلام و درود، خیلی خوش آمدید به یه ویدیوی اتاق گیمینگ مخفی دیگه با به همراه باربادشتی فاریکس و مازیار جی تی. سلام بچه‌ها، مازیار جی تی هستم. امروز قراره که به همراه باربادشتی فاریکس خودش هم گفت که بریم اتاق مخفی گیمینگ بسازیم در لاندری که خیلی باحال میشه و کلی خوش بگذرونیم. حتما به قول مازیار لایک کنین، کامنت بزنین و ساب و دنبال کردن یادت نره. اومدیم اینم از لاندری. بیا آقای فیلم بردار اینطور بگی. به به آقا اینجا لاندریه که دیگه چیز خاصی نیست، یا لاندری ساده. اینجا دیگه چرت و پرته دیگه، اصلا به این اهمیت نمیدیم. ما قراره در اینجا یه اتاق میگه مشی خفن بزنیم. کجا میای؟ خب زمین زیبایی. حالا ما در این قسمت میسازیم و ما فقط یه مشکلی داریم که اونم برکشیشه که حالا به فکر اونجاش هم رسیدیم میکنیم. پس برو بریم. خیلی خب بچه‌ها، همینجوری که میبینید باید بریم داخل لاندری و این چی بود اسمش؟ آره این زیرانداز تو دیگه. چی؟ زیراندازه دیگه. آره دیگه چی بگم؟ زیر سفره بنداز تو. اوکی بابا بیا. همینجا خوبه دیگه. بله بابا. اوکی حالا بریم برای این چقدر کوچیکه. خب اگه قرار بود اینجوری درست کنیم چرا از همون اول اینو زیر پامون ننداخته؟ آجی راست میگی. پس حالا فرش کن بریم برای آوردن لپتاپ و اینا. واسه چیزای دیگه هم داریم، خوراکی باید بیاریم، فیگور باید بیاریم. دقیقاً مثل ویدیو اتاق مخفیه دیگه. پس برو بریم. آقا اینم از اکشن فیگورا. تازه یه تابلو هم آوردم که حالا دستم پر بود. آقا ما اینا رو برای تزیینات اینجا میذاریم که بگن اینجا دیگه اتاق گیمینگ مخفیه. اینم مگس کوش اگه اومدید اینجوری بزنیم. ما اون کار نداریم. این بنده خدا سربازم اینجا میذاریم برای زیبایی. بریم برای تابلو. سلام. خیلی خوب بچه‌ها، ما الان اینا رو که بردیم بعد اینو بزنیم. اینجا بزنم خوبه؟ مثلا اینا رو بگیره مثلا. فکر نکنم ولی عالیه. راست میگی. بک‌گراند اینجا می‌بینیم چیه؟ باز اون یکی هم بیایم اینجا بزنیم. پس بریم سراغ اون یکی. نخیر. آقا ما به فکر برق‌کشی اینجا که نبودیم، پس باید این سراحو بیاریم از یه جا دیگه. حالا یه سراح چند راه دیگه می‌گیریم. این دراز راهه تا سراح. دقیقاً باید بریم اینو وصل کنیم. حالا اینجا ما پریز داشتیم که الان این جیگرطلا اصله. من اسم هر چی یادم میره میگم جیگرطلا. حالا میریم اینو بزنیم اونجا. آقا ما اینا رو آوردیم. اینم با بدبختی از یه جا آوردم بزنم. آقا من اینا رو میذارم. خب حالا بریم اینو بزنیم. چه مایه زرد شد. این بچه‌ها لپتاپ مازیاره. لپتاپ شما سیه. آره. ما اینجا آوردیمش با اجازه شما، چون من لپتاپم میدونید دیگه برقیه. خیلی خوشگله. خیلی خوب بچه‌ها، حالا که بارباد اومد اینا رو اون لپتاپو گذاشت، من باید اینا رو بذاریم. موس و کیبورد. اینا هم RGB اینجا اومدیم. آره دیگه. اگه کسی اذیت کرد، هر کدوم نافرمانی کرد، آره یا من میذارم سر بابا یا بارباد. بستگی داره کی اذیت کنه. آقا این RGB شو خیلی خفن شد. حالا یه سوال مازیار. ما اینو چجوری جاشیم؟ نه جا میشیم دیگه. یکی رو هوا میره، یکی رو البته اگه منطق نمونه. ببین مازیار، تو اینجا جا میشی تو قفس. آره یه جور جا مثلا آقا این از اینجا خفن شده. حاجی گنگش برو. اوکی بریم هیچ دیگه نمونده. نه چرا دیگه اسکل خوراکی. آقا تمام شد دیگه. بیا تو بهترین خوراکی. من چجوری جاشیم؟ تو بیا تو انیشتنگ. من اگه بیام با دم کنیم. نرو ببندی. یه لحظه این جمع میکنی. نرو با اعتماد به نفس میبندی. ایزی. راست اینجوری بهتر جا میشیم. و این هم از اتاق مخفی گیمینگ.
با کلی خوراکی. آقا با مازیار اومدیم چالش من موسم و اون کیبورد معروف اومدیم با هم ماینکرافت. اومدیم آجی برو اونجا درخت بکن مازه چه لگی نه اولش یکم لگه بعدش لپتاپ چقدر ضعیفه. بی دست این بنده خدا هم این پشت داره کنده میشه. حالا اینا آقا من داره جونم کنده میشه. آقا من دیگه داره اکسیژن کم میارم در این مکان بسته دیگه داره جونم در میاد واقعا. این بنده خدا عرق کرده صورتش یه ذره اینجوری کنه داره آبشار میاد. منم همینطوری هم تقریبا. آقا اگه دوست داشتین از این ویدیو خیلی بیشتر بذارن لایک کنین کامنتش هم بذارین حتما کانال منم دنبال و سابسکرایب کنین. تا ویدیو دیگه خدا نگهدار.